ابتدا یه رشته نخ 60 سانتی رو از وسط دولا میکنیم، با چسب روی میز فیکس میکنم. 2 رشته نخ 20 سانتی، یکی از زیر و یکی از رو به هم گره میزنیم. من این کار رو تا وسطای برگ با رنگ شیری انجام دادم. و تا وسطای برگ رنگ نخ رو تغییر دادم. یه چند تا ردیف که با رنگ قرمز بافتم، مجدد با رنگ شیری ادامه کار انجام دادم. این کار کاملا سلیقه‌ایه، یعنی شما میتونین حتی یه گره در میون رنگ نخ رو تغییر بدین، یا حتی میتونین نخهای سمت چپ و راستتون رنگاش فرق کنه. دونه دونه نخها رو با دستمون باز میکنیم که شونه کردنش راحت تر باشه. زمانی که شونه میکنیم گره ها رو نگه میداریم که به هم ریخته نشه. نخها رو کاملا با اتو صاف میکنیم. بلای چسب با حرارت اتو به پشت کار میچسبونیم و دوباره روی کار شونه و مرتب میکنیم. چسب چوب رو با مقداری آب حل میکنیم و روی سطح برگ میکشیم. 24 ساعت بهش زمان میدیم تا کاملا خشک بشه و الگویی که روی کاغذ کشیدم و روی برگ میذارم، با مداد روش علامت گذاری میکنم و با قیچی دور تا دورش رو میبرم.